زندگی یه هدیه‌ایه که واقعا باید قدرشو بدونیم. قدر تک تک لحظه ها و ثانیه هاشو بدونیم. زندگی چیزی نیست که ما بخوایم خیلی ساده از کنارش رد بشیم. نگاه کنید به این سبزه هایی که دور و برمون هست. حس سرزندگی و زیبا بودن رو با ما هدیه میکنن. زندگی حس خوشایندی است که باید با تک تک لحظه هاش عشق کرد. زندگی رو باید خیلی حریصانه لحظه ها و ثانیه هاشو خرج کرد. حریص بودن چیز درستی نیست، ولی ما باید توی ثانیه های زندگیمون مثل یه حریص باشیم که اونا رو از دست ندیم. فقط در این مورد حریص بودن خوبه.